سلام به همین که خوش اومدین به اولین ویدیوی دلتا فورس من. بعد از 5-6 سال کالاف بازی کردن گذاشتمش کنار فقط به خاطر دلتا فورس. این بازی از همه لحاظ از کالاف خفن داره. وای گرافیکش رو نگم براتون، گرافیکش خداست، انگار واقعا وارد میدون جنگ شدیم. اسنایپش رو نگم براتون، وای اسنایپش چقدر خوبه، یعنی فقط دلت میخواد اسنایپ بس بگیری بری وسط مپ و هد بزنی، یعنی لذتی که توی هد زدن هست توی هیچی نیست. این قسمت ویدیو رو نگاه، اولیه که دمیج بود بادی خورد، دومیه هدشات شد، یعنی این بازی خوراک اسنایپ زدنه. البته SMG و رایفلش هم خیلی خفنه، از اونا براتون ویدیو میذارم. بعد میدونین کجای ماجرا خفن میشه؟ این که این بازی اصلا بات نداره، یعنی همه کسایی که توی این بازی هستن همشون پلیر هستن. بعد اینجوریه که ماشین و تانک و هلیکوپتر داره و خیلی خفنه. و اینکه مودی که الان پلی میدیم مثل مولتی کالاف میمونه، یعنی اینکه مثلا یه بخش داره اتکن دیفن، اونایی که اتکر هستن باید برن جلو و ایوبیوسی رو بگیرن، یا اونایی که دیفنن باید محافظت کنن از اون قسمت یا خیلی چیزای دیگه. و به نظر من که بتلش بیاد واقعا بازی خفن و باحالی میشه، مخصوصا برای بتل پلیرهای کالاف. گرچه به نظر من این مولتیش از بتل کالاف هم خفن تره، حالا فکر کن بتلش هم بیاد. خب بریم سراغ اتچمنت این اسنایپی که براتون گذاشتم اسنایپ R93 هست. البته اسنایپ AWM هم هست که اونم خیلی خفنه، ولی برای لولای بالاتره. اونایی که لولشون پایین تره این اسنایپ رو استفاده کنن که توی ویدیو دیدین چقدر خفنه. این گیم مثل کالاف نیست که شما فقط بتونین 5 تا اتچمنت بذارین و روی بعضی از گاناش حتی میتونین 10-11 تا اتچ بذارین. کد این اتچمنت رو توی کانال تلگرامم میذارم، سمت چپ قسمت سوم نوشته لودات، روی اون که بزنید سمت راست پایین یه دونه قسمت ایمپورت داره که وقتی روی اون بزنید میتونید کد رو وارد کنید و از اون استفاده کنید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین، لایک و ساب یادتون نره.